Meksika'nın Reynosa degan shahrına بالاخره ما به شهر رینوسم رسیدیم. این شهری خورده در مکزیک و به آمریکا نزدیک است. Tildi de үйrenip olaturgan bolduq. تا رسیدن به مرز امریکا، حسن بگیشوف مهاجر قرقیز و زن و 3 فرزندش راهی سخت و درازی را طی کردند. آنها خیلی می‌خواستند وارد امریکا شوند. حسن نیت دارد از حکومت این کشور پناهندگی سیاسی پرسد. او در قرقیزستان میلیسا بود. Mamlaketlik ishda در قرقیزستان من 10 سال خدمتچی دولتی بودم. من قربانی رشوه‌ستانی شدم. مجبور شدم کارم را ترک نمایم. uydi. نیکاراگوآ، گاندوراس، گواتمالا و مکزیک. مهاجران با هر راه قانونی و غیر قانونی طریق ماشین و اتوبوس و حتی پیاده خود را به این نقطه ها می‌رسانند. به نقل حسن امکان داشت هر لحظه او و عائله‌اش را از راه گردانند. Qarang'olchi avtobusning حالت بود که شب راننده اتوبوس را منع کرد. به داخل نقلیات آدمان نقابدار در آمدند. آنها 4-5 نفر بودند. همه مسافران را تفتیش می‌کردند. شناسنامه ها را می‌کشادند و اگر پول می‌دیدند می‌گرفتند. ما خب می‌نشستیم. پولهای ما و دوست شوهرم در دست من بود. من آنها را پیچانیده در لباس تک‌پوشم پنهان کردم. زنی که مرا تفتیش می‌کرد دستش را به تک‌پوشم انداخت و آن را برآورد. از بین آن پول کلان را گرفت و پولهای میده را برگرداند. من رحمت گفتم. این عائله با 3 کودک چند روز را در زندان مکزیک پشت سر کرده است. به ما نقل کردند که میلیساها مهاجران مثل ما را به توپاچولا برده از آنجا به گواتمالا میرانند. من از آن میترسیدم که ما را هم از راه میگردانند. فکر میکردم که باز مجبور میشویم همه این راه را دوباره گذاریم. ولی آنها را خارج نکردند و عائله مهاجران در جستجوی راه‌های قانونی رفتن به امریکا شدند. برنامه را یافتند که امکان میداد مهاجران از مکزیک ایستاده از مقامات امریکا درخواست پناهندگی کنند. bu приложение برای این کس باید همیشه در برنامه آنلاین باشد. یعنی آنها هر وقت دلخواه جای بود و باشی تو را دیده توانند. برای اینکه مبادا پوشیده نشود ما این را در چنین یک سلفن گرفته در یگان بلندی می آویزیم تا وایفایش همیشه فعال باشد. هر روز ساعت 10 به وقت مکزیک آگاهی می آید. اگر نآید ما از نو درخواست پیشنهاد می کنیم. بعد 2.5 ماه عذاب و سختی های راه، حسن و عائله او به هدف رسیدند. آنها حالا در نیویورک امریکا زندگی دارند. vrach test دکتری مکزیکایی به زنم گفت که او باردار است. دکتر ارماندو نام دارد و من به او گفتم که اگر پسر تولد شود نامش را ارماند میمانیم. من خرسندم که فرزندم صاحب شهروندی امریکا می شود. به فرق از مهاجران دیگر راه رسیدن این خانواده به امریکا نسبتاً آسان و کم خطر بوده است. برای برخی از دیگر شهروندان آسیای مرکزی آرزوی رسیدن به امریکا با فاجعه انجام می‌یابد. برخی ماه‌ها در زندان مکزیک میمانند و گروه به غلامی میافتند و برخی هم در راه به هلاکت میرسند. اما با وجود این همه خطرها شمار آنهایی که تلاش میکنند غیر قانونی خود را به امریکا برسانند کم نیستند.